سلام و عرض ادب و احترام خدمت همه همیهنان عزیزم در سراسر دنیا. از شهر زیبای ازمیر ترکیه در خدمت شما عزیزان هستم. دمای هوا 37 درجه هست و بسیار گرم. برای پیگیری یکی از موکلانمون به شهر ازمیر سفر کردم. نکته‌ای که امروز در پی پیگیری های کار این موکل عزیزمون باهاش برخورد کردم رو بسیار علاقمند هستم که با شما در میون بذارم. من فکر میکنم در ویدیوهای قبلی بسیار زیاد تاکید کردم به اینکه حتما قبل از اینکه سرمایه گذاری میکنید یا تصمیم میگیرید به سرمایه گذاری کردن در یک کشور خارجی، اول از همه حتما بایستی مشاور خوب، وکیل خوب و کارشناس خوبی رو انتخاب کنید که شما رو بتونن چیکار بکنن در پروسه سرمایه گذاریتون، در پروسه های مربوط به اقامتتون، شهروندیتون و یا انجام امور اداریتون بهتون حتما کمک بکنن. در انتخاب وکیل یک نکته بسیار مهم و حائز اهمیت وجود داره که حتما بایستی این رو مد نظر داشته باشید. اون همین هستش که وکالت امری است کاملا تخصصی. من همیشه میگم علاوه بر این که وکالت یک علم هست، دو تا بال بسیار مهم داره، یکی تخصص و دیگری تجربه. و بسیار زیاد دیده میشه در کیس های مختلف که دوستان به سبب انتخاب نادرست و یا عدم آگاهی به تخصص و تجربه وکیلشون انتخاب به هر حال وکیل میکنن و متاسفانه پروسه های مربوط به اقامتشون، شهروندیشون، سرمایه گذاریشون، بیزنسشون به خطر میفته و با مشکلات زیادی مواجه میشن. موضوعی که امروز مطرحه و ما امروز برای پیگیریش به شهر ازمیر اومدیم دقیقاً یکی از اون کیس هایی هستش که متاسفانه به سبب انتخاب نادرست وکیل کارشون هم به تأخیر افتاده، هم به سختی افتاده و داکیومنت ها درست ارائه نشده، مواعید زمانی رو از دست دادن و خب متاسفانه باعث شده که بعد از اینکه نزدیک 2 سال از سرمایه گذاریشون در شهر ازمیر گذشته هنوز نتونستن شهروند بشن. خدا رو شکر امروز با مراجعه به ادارات مرفوع بانک و به هر حال سایر ارگان هایی که ذی صلاح هستن برای امورات مربوط به شهروندی مشکل این دوستمون رو حل کردیم و خب مجددا اقداماتی رو انجام دادیم که مجبور بودیم این کار رو انجام بدیم و خب خدا رو شکر که حالا تونستیم کاری کنیم. بعضی موقع میشه نوشداروی بعد از مرگ سهراب و واقعا بعضی موقع حتی از دست ما هم کاری بر نمیاد. ولی خب این توصیه بسیار اکیدی هستش خدمت اون دسته از عزیزانی که به راحتی اعتماد میکنن به بعضی از دوستان و فکر میکنن که این پروسه انجام دادن امور مربوط به شهروندی انقدر پروسه راحتیه که میتونن گیفت بگیرنش. خیلی جاها دیده شده که تبلیغاتی میشه که خریدتون رو از ما بکنید، پروسه شهروندیتون رایگان انجام میشه و تبلیغ میکنن که به صورت اشانتیونی کارهای مربوط به اقامت و شهروندی و کارهای مربوط به مهاجرتتون رو مجموعه ما انجام میده. نمونهش میشه همینی که امروز به هر حال باهاش شاهدیم و این نمونه هم کم نیست. دوستانی که به سبب نداشتن تخصص، نداشتن تجربه، با هزینه‌های بسیار بسیار کم اومدن وارد پروسه شدن و سرمایه‌گذاری‌های بالای 400-500 هزار دلاری که پول کمی نیست و امروز در ایران رقمی بالای 20 میلیارد تومان سرمایه شما هست رو به خطر میندازن و 90% از کسانی که قصد سرمایه گذاری در کشور ترکیه رو دارن یا حتی در سایر کشورها رو دارن و به خصوص سرمایه گذاری های ملکی، هدفشون استفاده کردن از این تسهیلات اقامتی هست. برای گرفتن اقامت دائم، برای گرفتن پاسپورت سرمایه گذاری میکنن و نیتشون و هدفشون از این سرمایه گذاری همین موضوع است. پس این موضوعات نمیشه هدیه گرفت و هدیه داد و یا اینکه این خدمات بسیار مهم رو از کسانی که تخصص و تجربه ندارن گرفت. به همین جهت حتما بهتون توصیه میکنم از مشاورین و وکلای با تخصص و با تجربه حتما در این زمینه استفاده بکنید که کم هم نیستند
فقط بایستی پرسجو بکنید، حتما وسواس باشید. پیشنهاد میکنم حتما با چند نفر وکیل و چند نفر مشاور مشورت بگیرید و بعد انتخاب کنید که کدوم یکیشون به کارشون و به هر حال حوزه‌ای که دارن این کار رو انجام میدن بیشتر واقف هستن، تجربه بیشتری دارن، تخصص بیشتری دارن، تا خدای نکرده سرمایه‌تون در کشور خارجی به خطر نیفته. برای همتون آرزوی موفقیت میکنم و امیدوارم هر کجای دنیا که هستید خوب، خوش و سلامت باشید. خدایا رو نگهدارتون.